برای این ملت تمدن آفر و صاحب تاریخ سنه 9 سپتامبر که به طور رسمی روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عنوان شده است ارزش بزرگ داشته. محض دوران 33 سال صاحب استقلالی در پرتو سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساکنان کشور حیات خرم و آسایشته را صاحب گردیده از فضای تنجی و آسودگی این مملکت به شاهسای خویش شکرگزاری میکنند. در ردیف بنیاد و تجدید یک قطار انشاءات نیازی مردم در مرکز ماموری ولایت ختلان شهر باختر 8 موضع فرهنگی و فراغتی وجود داشته در عموم سیمای مرکز ماموری ولایت با گذشت وقت حسن و تراوت و زیبایی خاصه را کسب کرده است. کارهای آبادانی و سازندگی و سعی و تلاش ساکنان بهر امروز و آینده درخشان وطن صادقانه مشاهده می‌گردد. استقلالیت نعمت است به‌بها و نشان سعادتمندی و خرمی هر یک ملت و دولت محسوب می‌یابد. با مقصد ارزنده استقبال گرفتن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری عزیزمان با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان از جانب نمایندگان ریاست تشکیلات و مؤسسه‌ها هر شامگاهان در شهر باختر برنامه فرهنگی تحت عنوان شکوه استقلال پیشکش همدیاران می‌گردد. همدیاران ما از تماشای چنین برنامه‌های فرهنگی چیزهای معنوی برداشت نموده و شکرگزار هستند که در چنین دولت تنج و آرام و آسوده عمر بسر می‌برند. اقدام بشردوستانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت امر ضروری و باعث خوشنودی جامعه گردیده است که چنین چاره‌بینی‌های فرهنگی بازگوی فضای تنج و آرام مملکت افادهگر حیات آسایشته مردم است. برنامه فرهنگی تحت عنوان شکوه استقلال در یک مورد از رشد ساحه فرهنگ نیز درک می‌دهد. این نوبت رهبریت و هیئت آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی به نام ناصر خسروی شهر باختر جهت آراستن بزم فرهنگی موقع‌گیری نمودند. شهروندان از گوشه‌های آماده نموده مسئولان دانشگاه دیده نمودند که زحمت و تجربه و دستاورد و موفقیت‌های آموزگاران و دانشجویان به معرض گذاشته شده بود. با به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام ساحه‌های مختلف حیات جامعه بخصوص ساحه معارف و علم کشور دیگرگونی‌های زیاد به عمل آورد. بخصوص در دایره سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروز در تمام ساحه‌های حیات کشور بخصوص ساحه معارف و علم کشور دستگیری‌ها و غمخوری‌ها زیاد به نظر می‌رسد. با مقصد بلند برداشتن افتخار وطنداری، احساس بلند خودشناسی و پیشگیری از هر گونه عمل‌های نامطلوب چاره‌بینی فرهنگی فراغتی دایر گردیده ایستاده است که من فکر می‌کنم برگزاری این چاره‌بینی از نمان تنجی و آرامی از صاحب استقلالی وطن عزیزمان و سیاست سازندگی و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان شهادت می‌دهد. در قسمت فرهنگی سرود و موسیقی‌های دلنشین، رقص‌های موزون و مهارت خوب راویان دانشگاه پسند جمع آمدگان گردیده از تماشای چنین برنامه فرهنگی حلاوت برده و غذای معنوی برداشت کردند. امروز یک حالتی هست که بعد از کار برآمدن بسیار یک چاره‌بینی با شکوه گذشته ایستاده است در ولایت ختلان با تشبث انمین راهبریت ولایت ختلان با تشبث انمین مقامات هایی که انمین چاره‌بینی ها را برگزار میکنند. بسیار یک روبالیده شدیم، بسیار یک وقت خوش گذرانیدیم. ما مردم ولایت ختلان یک شهر باختر بسیار خرسند هستیم که انمین وطنی انمین آباد و آزاد زندگی میکنیم. چون یک وطنی صاحب استقلال داریم، وطنی با شکوه داریم که مثلا در تاجیکستان عزیز ما انمیخ چاره‌بینی‌ها گذاشته ایستاده است. نمایندگان دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها قبلا نیز همین گونه برنامه‌های فرهنگی خویش را بهر بالیدگی خاطر همدیاران آماده نموده بودند و طبق نقشه مطرح گردیده آینده نیز این اقدام ادامه خواهد یافت. تماشای چنین برنامه‌های جالب فرهنگی و سیر و گشت ساکنان از تماشای گلگشت و خیابان‌های شهر که آباد و زیبا گردیده است از آن شهادت می‌دهد که جوهر این همه دستاورد و موفقیت‌ها از صاحب استقلالی
منشأ میگیرد. بعد چنین استراحت و فراغت شهروندان نیروی تازه گرفته برای استقبال ارزنده 35مین سالگرد استقلالیت دولتی کشور کارهای سازندگی را صادقانه وسعت میبخشند. بنیاد و استواری نخست خشت‌های پایدیوار استقلال واقعی و دولتداری ملیمان از زحمت و تلاش‌های بی‌مثل و مانند پیشروی معظم ملت سرچشمه گرفته. امید است این نعمت بی‌بها که او را نام استقلالیت است برای این ملت و دولت صاحب تمدن جاویدانه خواهد ماند.